کاناله که خلاصه منم یه جورایی تازه ما خیلی میرفتیم کتابخونه دوران دانشجویی اولین بار، ولی هم ویدیوهای خونه رو یعنی خانوادگی و کامپیوتر اون زمان من البته داشتم همیشه حفظ کردم. خلاصه خیلی من تو کار فیلم و اینا خیلی هامبورگ فیلمی ساختیم بکنه از زندگیش توضیح بده، تجربیات. خیلی خوشحال میشم که بتونیم دور هم به هر حال چیزای جالب‌تری رو من بهتون نشون بدم. خب دوستای عزیز سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. اینجا چنل من هست و خیلی خوشحال میشم که این چنل رو دنبال بکنین. این اولین ویدیوی این کاناله که خلاصه منم یه جورایی تازه دوباره شروع کردم فعالیتم رو توی یوتیوب. البته چند سال پیش یه کانالی رو شروع کردم به عنوان استادی ویت می، در واقع کانالیه که اون زمان اوایل کرونا خواستم یه استارتی بزنم که به هر حال ما خیلی میرفتیم کتابخونه دوران دانشجویی و موقعی که کرونا شروع شد خب همه جا بسته شد و یکی از ویدیوهایی که خیلی منو کمک میکرد توی درس و کار، در واقع همون درس و پایان نامه و اینا، همین رفتن یعنی دیدن این ویدیوهای استادی ویت می بود که بعضی از این ویدیوها در واقع کانسپت این ویدیوها اینجوریه که به مدت خیلی طولانی از متد پومودورو استفاده میشه که مثلا 25 دقیقه درس، 5 دقیقه استراحت. حالا یا یه مدل دیگه هم هست که من بیشتر اون استفاده میگم 50 دقیقه مثلا درس، 10 دقیقه استراحت داره که شما نفری که اونور نشسته رو به هر حال تو یوتیوب میبینین که همزمان با شما تمرکز داره کاراشو میکنه و هر وقت که در واقع بریک میشه و یه استراحت میشه زنگ میخوره و شما هم میتونید برین کاراتون بکنین، استراحت بکنین. و من همچین کانسپتی رو خواستم شروع بکنم. البته که خیلی قبلش مطمئن نبودم که چی میشه و اینکه بعدا متوجه شدم حتی خیلی زیاد در واقع حافظه میخواد، سرعت میخواد و ویدیوها سنگین میشه و اینا رو مثلا با دستگاه معمولی اگر بخواید شما ادیت کنین، درست کنین فلان اینا، به شدت هم خیلی طول میکشه، وقت میبره، همین که و خیلی حافظه میخواد. در واقع شما باید کلی برین تو خرج و اینا بیفتین اگه بخواید همچین چیزی شروع بکنین. البته بعضی خب به هر حال یا یه جوری شروع کردن و الان مثلا چه میدونم ویدیوی 3 ساعته، 10 ساعته، نمیدونم از 12 ساعت هم حتی بیشتر هم هست که به هر حال یه جوری اونجا استارت زدم و بعد دیدم خیلی چیز جالبیه. من کلا علاقه دارم به ویدیو درست کردن و اینا و از بچگی هم در اون زمانی که حالا مدرسه میرفتیم یادم نیست کی بود اولین بار، ولی هم ویدیوهای خونه رو یعنی خانوادگی رو درست میکردم از زیر مثلا سن قبل از 10 سالگی، حتی با اون فیلمای کاستی که به هر حال توی دوربین فیلم برداری میذاشتن و حالا اونو مثلا وارد میکردن به ویدیو کاستای بزرگ VHS. از اون دوران من شروع کردم تا به هر حال وقتی که آلمان اینجا به هر حال کامپیوتر اون زمان من البته داشتم همیشه، ولی خب کامپیوتر در سطحی که بشه باهاش ویدیو درست کرده خب نداشتیم دیگه، ولی بعدا خریدیم و اوایل اون سالایی که اومده بودیم اوایل سال 2000 بعد دیگه خلاصه اینجوری شروع شد دیگه. به هر حال هم ویدیوهای خودمون درست کردم، CD های مختلف، بعد برای مدرسه فیلم درست کردم. خلاصه خیلی من توی کار فیلم و اینا خیلی هم علاقه داشتم، هم بودم، هم اتفاقا یکی از جوایزایی رو ما برای فیلمی ساختیم با بچهای مدرسه آلمانی. یه تیمی بودیم که راجع به زندگی روزمره هامبورگ فیلمی ساختیم، Everyday Life اسمش بود و یکی از جایزه‌های جشنواره آپ اند کامینگ هانوفر رو گرفت. البته ما خیلی کوچیک بودیم، میگم در سطح، البته فیلمش هم نسبتاً خوب شده بود و زندگی از صبح تا شب هامبورگ رو به هر حال نشون میده تو جای مختلف به صورت فست موشن، سلو موشن. در واقع یه جور فیلم‌های هنری بود که ما گروهمون 3 تا تیم بودیم با 3 تا دوربین کامرای مختلف که من اون زمان اتفاقا کامرامن بودم برای یکی از تیم‌ها. بعد دیگه کلا خیلی علاقه داشتیم دیگه. بعد دیگه گفتم حالا به هر حال آدم بد نیست دوباره شروع بکنه از زندگیش توضیح بده، تجربیاتش و اینکه از دور و بر و جاهایی که میرم و جاهایی که اینجا به هر حال تو آلمان میشه دید فیلم بذارم، هم شما رو آگاه کنم، همین که به هر حال اگر
دوستان مایل بودن چیزایی ببینن بهشون نشون بدن و دیگه دنیای ارتباطات و عصر ارتباطاته و من خیلی خوشحال میشم که بتونیم دور هم به هر حال ساعت‌ها و روزهای خوبی داشته باشیم و من به هر حال جاهای دیدنی و خوب آلمان رو و حتی دنیا رو بهتون نشون بدم. و از اونجایی که اینم اولین ویدیوی منه، حالا امیدوارم که خوب شده باشه و کم کم بتونم با کسب کردن تجربه‌های بیشتر برای شما ویدیوهای خوبی درست کنم و خیلی خوشحال میشم که این کانال رو دنبال بکنین برای ویدیوهای بیشتر و اگر که پیشنهادی دارین و یا حالا انتقادات و یا هر چی که هست خیلی خوشحال میشم برام کامنت بکنین و بهم اطلاع بدین تا برای ویدیوهای بعدی بتونم بهتر در خدمتتون باشم. و همین دیگه، خلاصه خیلی طولانی شد، یه ویدیو اینتروداکشن خیلی بیسیک خواستم براتون داشته باشم و امیدوارم که تا ویدیوهای بعدی بتونیم به هر حال چیزای جالبتری رو من بهتون نشون بدم. بالا میگم بیشتر هدف اینه که هم اطلاعات خوبی بهتون بدم راجع به آلمان، راجع به زندگی در اینجا، راجع به اقتصاد و راجع به کلاً هر چیزی که نیازه برای مثلا زندگی توی حالا آلمان و اروپا و اینکه بهتون جاهای دیدنی و جاهایی که مثلا خیلی با ارزشه و چیزای باحال و اینا رو نشون بدم که به هر حال شما هم در جریان باشین. اگر آلمان اومدین یا آلمان هستین حتما به این جور جاها سفر کنین. خیلی ممنونم، روز خوبی داشته باشین تا یه ویدیو بعدی. خدا نگهدارتون. خدا